من نورالله عبداللهیف خب با جانم می آید دل و جانم می آید از زواج پوری قند آمدن اگر بغرض پند اگر فکر کنیم هر چند نه قند هست نه پند بغیر از بیغرض پند همراه من این دیگه های ششتند که من چون خودم به هوشیاری همش باوری کامل ندارم. توار، تشه، حرا، بلقا، خلیتی ماشین، کامera, کتاب او جلد یکم ماشین دادو دو، سه، چهار، پنج، شش، 124 الو من شناختید دوامش گوش کن. هیچ کس از خود قضا را رد نکرد، هر کی راضی از قضا شد بد نکرد. اینک در باب غنیمت شمردن وقت و طلب نیکنامی و فضیلت آن. ای عزیز بدان که عمر آدمی چون برق در گذر است و وقت زندگی معذرت میخواهم. سوال اساسی ما این است که آیا استاد احتیاج به طبیبان پیدا کردن در این مدت؟ من حاضر به اسب نو از جو برآورده مانندم. استاد نورالله عبدالله در رو بر رویم حالا برنامه شنودید بچی؟ برنامه شنودید با چی اصلا نمیدونم. من از شما سوال دادنیم که از همه کارهایی که کردم یکان ذره پشیمانی دارد یا نه؟ چقوری یک چاهی که با آن افتاده بودم امروز این جوانان مرا بیرون آوردن و من ازشان منت دارم. سلامت باشید. سلامت باشید استاد هر وقت همین ذره در کار شید مرحبا برنامه شنوید. این برنامه رو در یوتیوب از سایت شنوبین البته تماشا کنید.